الان ساعت حدوداً 6:30. هنوز ما بولوار رو در حال پخش آسفالتیم. بچه ها خسته نباشن، دمشون گرم. این آقا محمد ما طلا. بله اینم ماشین های شهرداری که دمشون گرم، روز جمعه وقت گذاشتن اومدن کمک. دمشون گرم، دمشون گرم، دمشون گرم. همسایه با هم خوشبش میکنن، خیلی خوشحالن که داره کوچه‌شون آسفالت میشه، نظم میگیرن. چه حال هوایی شده، بسیار عالیه. وقتی کاری انجام میدی که مردم خوشحال میشن، واقعا لذت بخش، واقعا لذت بخش. بهترین ها رو برای همتون آرزو میکنم. امیدوارم که همیشه زیبایی ها رو، قشنگی ها رو، مهربونی ها رو ببینیم. امروز 9/3/1404. اینجا هم شهرستان عنبرآباد. هوا خنک، عالی، خیلی خوبه. الان موقع کاره، متاسفانه ساعت 6 قطعی برق داریم دیگه، نمیتونیم کار کنیم. باید بمونیم تا فردا صبح ببینیم چه اتفاقی میفته. خدا به همه برکت بده، به همه برکت بده. با گمانم ایرادی اشکال شد. اینا کمپرسور میدن بالا. سری قبل زنجیر پاری کردیم، تا تعمیر کردیم، راستریز کردیم. خیلی طول کشید. آقا محمد هم اوقاتش تلخه. خسته نباشید، دوستتون دارم.